الان وقتشه چند دقیقه فقط برای خودت باشی. مکانی آرام پیدا کن و جایی راحت بنشین. مطمئن باش که ستون فقرات و پشتت صاف هستند. خمیده نباش و قوز نکن. حالا به آرامی چشمهات رو ببند. یک نفس عمیق بکش و آرام بیرون بده. حس کن که با هر بازدم کمی از تنش‌ها و خستگی‌ها از بدنت خارج میشن. دم، بازدم. هیچ عجله‌ای نداشته باش. این لحظه فقط برای توست. حالا توجهت رو بیار روی نفس کشیدن. از بینی به آرامی هوا رو وارد ریه‌هات کن. حس کن که شکمت کمی بالا میاد و بعد با دهان یا بینی آرام نفس رو خارج کن و حس کن که شکمت به آرامی پایین میره. دم، بازدم. بگذار نفس‌ها طبیعی باشند. نه خیلی عمیق، نه خیلی کوتاه. فقط مطمئن باش که نفس و دم از ناحیه شکم انجام میشه و شکم رو کمی بالا و یا جلو میاره. اگر فکرت به جای دیگه رفت هیچ اشکالی نداره. دوباره به آرامی توجهت رو برگردون به حس دم و بازدم. با هر دم هوای تازه و انرژی جدید رو وارد بدن کن و با هر بازدم هر چیزی که دیگه بهش نیاز نداری رو رها کن. حالا وقتی نفس میکشی توجهت رو ببر به بدن. حس کن شونه‌هات سبکتر شدن. با دم به شونه راست توجه کن و حسش کن و با بازدم شونه چپت رو حس کن. دم، بازدم. عضله‌های صورتت رو به آرامی رها کن. پیشانی، چشم‌ها، فک و پشت سر. مطمئن شو که تمام این قسمت‌ها آرام، رها و شل هستند. انگار همه خستگی‌ها از بدنت سر می‌خوره و بیرون میره. هر بار که نفس میکشی خودت رو آرامتر
حس میکنی. حالا توی ذهنت یا با صدای خیلی آهسته این جملات رو با من تکرار کن. من ارزشمندم همینطور که هستم. من ارزشمندم همینطور که هستم. من برای ارزشمند بودن و حس ارزشمندی نیازی به هیچ چیز ندارم. من ارزشمندم همینطور که هستم. من توانایی انجام کارهای بزرگ رو دارم چون میدونم که ارزشمندم. من با هر نفس قوی‌تر و آرامتر میشم. من به خودم و توانایی‌هام اعتماد دارم. من ارزشمندم همینطور که هستم. هر بار که این جملات رو میگی سعی کن حسشون کنی. فقط با ذهن مرورشون نکن. سعی کن هر کلمه و جمله رو حس کنی. تصور کن که با هر دم این حس اعتماد وارد قلبت میشه و با هر بازدم هر شک یا تردید از وجودت بیرون میره. حالا کم کم توجهت رو برگردون به محیط اطراف. صدای نفسهات رو حس کن. وقتی آماده بودی چند نفس عمیق تر بکش. دستها و پاها رو کمی حرکت بده و با حس آرامش و اعتماد به نفس چشمهات رو باز کن. این آن، این لحظه، این نفس تمام ثروت و دارایی ماست. به خانه خوش آمدید.